سلام. حال همه ما خوب است. از مادر بگو، اون حالش چطوره؟ مادر دلواپس بود. خدایا من میدونم مرگ هم یه نوع تولده، ولی جدایی است. عشق چه حال میکند؟ تو که اینجا وابستگی نداری. باورت شده که قراره برم و دیگه بر نگردم؟ فقط عشق میتونه ما رو نجات بده. یادش بخیر. چی بود؟ چی شد؟ جات که خوبه. این دنیای عجیبیه، به عزیزترین کسش هم وفا نمی‌کنه. حرف میزنی. از خاصیت قبرستون و مرگه. رایا واقعا دلت میاد ول کنی و بری؟ سمعن و طاعت. دستای پشت پرده قصد ترور بنده رو دارن. آخر عمری بازم کوچ کنم و برم. پس ما کجا داریم میریم؟ همه ما روزی خواهیم مرد. رحمت به روح پدرت حله. در روان جوانی نیستم که جوانی کنم. توی این دنیا جزیره‌ای هم هست که انتظار منو میکشه. میترسم مردن منم شوخی فرض کنید. اون دنیا نزدیک، قیامت نزدیکتر. که خدا همیشه بالا سر ماست، همیشه مواظب ماست. گوید کوفیان مسلم ابن عقیل را از خیل چشمی سر بریدند و سر او را بر سر نیزه کردند و بر در دارالحکومه نهادند. چگونه سنگی بر بتان مرده بیندازم حالان که بت‌های زنده بر روی زمینند؟ دلم نمیخواد به خاطر هر چیز الکی تنم تو گور بلرزه. آره دروغ نمیگم. فقط بدون ریش و قیچی دست خودت. فرمانده اردوی امامت ابوالفضل. یا علی یا صاحب زمان.